چند سالت بود که فهمیدی وقتی زردچوبه رو بو کنی تا 8 ساعت بعدش خوابت نمیبره؟ زردچوبه قوی ترین ادویه دنیاست. اگر زردچوبه رو با گلاب ترکیب بکنی و بذاری در جای یخی و یخ بزنه و بمالی به صورتت، جوشای صورتت رو کامل از بین میبره. اگر زردچوبه رو با نمک دریا ترکیب کنی و به خمیر دندونت اضافه کنی، به قدری دندونات رو سفید میکنه که دیگه نیازی به کامپوزیت نداری. اگر زردچوبه رو با یکم ماست و پودر قهوه ترکیب کنی و به صورتت بزنی، کامل لکه های صورتت رو از بین میبره و به پوستت بزنی، کامل لکه های پوستت رو از بین میبره و روشنایی و شفافیت پوستتون رو هم چند برابر میکنه. زردچوبه خواص خیلی بالایی داره. اگر میخوای بدونی برای سرماخوردگی و تقویت قلب، سنگ صفرا و پروستات چجوری از این ادویه معجزه‌گر استفاده کنی، حتما کپشن رو بخون. ازت میخوام که این ویدیو رو استوری کنی تا همه مردم از خواص زردچوبه برای سلامتیشون استفاده کنن. برای دلگرمی به من یه خدا قوت هم تو کامنت ها برای من بذارین.